درس میدیدی مثل فیلم های عاشقی. آواز رو سنجیم. 1 2 بانو خانم بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو میسیس بانو همش طوریه. For example, we use the future perfect continuous tense to say that something to been dealing with hopes. Come in, please. بانو جان از صبح تا حال درس گذاشتید گروس نشدید با فکرم فشارتون پس شد جانم. لیمونچویتون آوردم. What hell are you doing here? نه معلمه شما رو نفهمید وای انگلیسی رو بمبا میفهمد. چی؟ کودک بخیر کجاش رو نمیفهمم. وقتی که من انگلیسی رو میدونستم انگلیسی رو سوز گپ زدن نمیتونستم. ایدو وایس معلمه همه گشنگی به انگلیسی چی میشه؟ زتی چه گشنیم چی اینا تغری گفتم؟ تغری اما در هر جا تغییر مییابد. سوری Mrs. Bano, I took is food. I took is food. Potato. Food for you. For you, برای تو. Mrs. میسیس من فکرم دختر شوهردار رو میگفتم. میستر باشد مسفیده کنم. این شوهر نداره با فکرم میس میشه. میسای الومینه. اخ خدایا میس. سوری میس بانو بده هنک شمانو. میس بانو I got for you potato in the chicken. For you, only for you. اینها رو گرفتن زود و بیرون را. No. Excuse me, no. You are angry because you are angry. Mrs. and Mr. Afsiz خانمان afsiz جنابان. And I got to do. Seaside in why night? No sir, night. Bonu, Rostigi, I love you. It is for you. زود و بیرون. بچه ها گرفته براره دورو. No. شوکت میرینگی. میزنم چوزانو در عشق بانو. چه گفتیم بچه ها؟ خواهش میکنم. زود و بیرون برو میگویم. خانم بانو من دست رو ویران کردم معذرت میخوام. شما و بچه ها رو تنها میگذارم. همون کشکو رو گرم و گرم بخور که دنبلو گفت که خنک شود تاثیر دا کم میرسه. من رفتم آساسا میرم. اینجا بیا. زود اینجا بیا. اینها رو گرفتم و بیرون برو. No. گفتم که نو. لطفا اینها برای شما است بانو جان. بچه ها لطفا همین معلوماتونو بفهمونید در نوروز کارچکه بیرون خوردن ثواب نه. برای کار نوروز مبارک توی قطاره. مرم. ویپ کوی. کاش که بجای معلومه من نبودم. بچه ها خاموش شوید. خاموش شوید میگوید.